میگن خوشگلا 2 خصوصیت دارن. اولیش اینه که خیلی فراموشکارن. دومیش اینه که چی بود دومیش؟ وای فراموش کردم. من مشکلم با فصل گرم سال نیست. مشکلم با خودمه که تو گرما هم باید پتو بکشم به خودم تا خوابم ببره. چه عادت گندی دارم. اگه خدایی نکرده تو آینده پسرم به دوست دخترش بگه که تو رو از مامانم بیشتر دوست دارم چی؟ زندش نمیذارم. غلط کرده. من مادرشم. شیرمو حلالش نمیکنم. اگر نمیدونید که چاق هستید یا لاغر، از یه بچه بخواید که شکل شما رو بکشه. اگر شروع کرد به کشیدن دایره، بدونید که آره، خیلی آره. فقط یه ایرانی میتونه 3 کلمه هم معنی رو پشت سر هم بگه. مرسی، ممنون، متشکر. اتاق دخترها مرتبه تا زمانی که بگه حالا چی بپوشم. طوفان به پا میشه.